روزی 1000 بار خدا را شکر کن که پسر نداری، که عروس نداری. با 1000 امید و آرزو این پسر بزرگش کردم. کاش که پام شکسته بود و نرفته بودم براش خواستگاری زن براش نسونده بودم. این عروس نده اینجور تو مش گرفته پسر من حرف خودشه. حالا شو یلداه گفتم بلند شد بیاد خونه ما دوره هم باشه، دخترا میان، دوماتا میان، بچام بیان، اوام بیان. این عروسم بلند شدی حالا حتی کیکی درست کنه، حتی ژله هندونه و اینا چیه درست میکنن، بیار حالا ما هم بخوریم. چطور میشه؟ گفتم میخوام بره خونه مادرش. شو یلدا پسر منم نمیتونه حرف بزنه رو دستش. ای خدا این چه عروسی بودش تو کاسه من. کل حقوق پسر من رفته لباس یلدایی بخره و نمیدونم آتلیه رفته عکس گرفته و بچم لای جونم مادر دلای جونم که این رو زنی نصیبت شد. تو چه خبر داشتی میگفتی؟ دخترم هم خوبن دوماتم دورش بگردم. دوماتم خیلی گله ماشاءالله، خدا حفظش کنه. الان این شو یلدا بوده رفته لباس و چیزی بره بچه‌هاش خریده، بره زنش خریده، آتلیه بردتشون عکس‌ها گرفته، نمیدونی چه قشنگ شده، چقدر جون. ان شاءالله خدا عمر با عزتش بده این دومات. بله شو یلدا میاد خونه ما، باید بیا خونه. بله دختر میره خونه مادرش. تدارک دیدم شیرینی حاجی خلیفه باقلوا و قط تا به یزدی سفارش دادم براشون، جوجه و کباب قراره براشون بپزم. بله که دختر میاد دومات میارتشون خونه ما. نه خونه مادرش چرا بره؟